مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه میگه که منم داشتونی رو گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد اینه که در برنامه پشت پرده افشاگری ریز نرم از بغل در خصوص طویله مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. اینکه چه آدم‌های به درد نخور بی سواد اینجاشون جای مور یقه تا خشتک بسته دل دزد راندخاره که فقط به فکر جیب خودشونن رفتن توی مجلس و فقط قوانینی رو تصویب میکنن که به نفع خودشون، خاندانشون و جد و آبادشون باشه برای دزدی کردن. و وقتی هم توی مجلس میرن دادی میزنن، فریادی میزنن، این داد و فریادشون برای چپاول و برای خوردن حق ملت. امروز هم توی مجلس یکی از نماینده‌های مجلس این شعره مهدی کوچکزاده رفته توی مجلس داد و هوار که آی ما دلمون برای غزه و فلسطین خونه و پاره داریم میشیم و چرا دارن توی این سیستم هر روز مصاحبه میکنن بابت آتش سوزی که در امریکا شد و میگن چه لایلا رحمر میخواد کمک بکنه به مردم امریکا، بیاد به غزه و فلسطین کمک بکنه. یکی نیست بگه آخه خودش اصلا لفظ پوفیوز استفاده کرده توی متن سخنرانیش. آخه کسی که پوفیوز، تو اگه دلت برای مردم غزه و لبنان میسوزه بلند شو برو اونجا زندگی کن. یکی میگه آخه پوفیوز اگه تو دلت برای مردم غزه و لبنان میسوزه یه چوسه یه این قدم برو سری بزن به محله‌های پایین تهران، برو سری بزن به محله‌های پایین شهرهای دیگه، ببین اونا توی چه فقر و بدبختی هستن. طبق ادعای خودتون آقا شما نماینده مجلسید، قانون تصویب کردید و گفتید که طبق قانون هر کسی زیر 15-16 میلیون تومان درآمد داشته باشه زیر خط فقره. تازه البته الان اومدید کردیش 20 میلیون. طبق قانونی که خودتون تصویب کردید تو همون طویله مجلس الان 60-70% مردم زیر خط فقرن. بعد تو میری عربده کشی میکنی میگی ما دلمون برای این و دلمون برای اون خونه. بعد میگی از مالیاتی که من پرداخت کردم. آخه پوفیوز یه بک سند بیار که تو 1 ریال مالیات پرداخت کرده باشی. عجله نکنید. جلوتر به همش میرسه. اول ببینیم اصلا ماجرا از کجا شروع شد. من نمیخوام راجع به مجلس راجع به ایشون پشت پردهش صحبت میکنم. ماجرا از نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه شروع شد. ببین چی میگه ایشون. در رسانه هم دیدید مقامات ما ابراز همدردی کردن با آسیب دیدگان این حادثه. دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن بیانیه‌ای صادر کرده، باز این هم در مطبوعات وجود داره، اعلام آمادگی کرده برای هر گونه کمک به هموطنانی که احیانا در اونجا آسیب دیدن و نیاز دارن به کمکی، به ویژه در حوزه‌های کنسولی و اسنادی که ممکن هست در جریان اون حادثه دچار مشکل شده باشه. خب این حوزه کنسولی بود که گفتن آقا ما کمک میکنیم به حادثه دیدگان لس آنجلس و آتش سوزی که توی لس آنجلس اتفاق افتاد. بعد از اون رئیس هلال احمر ایران هم اعلام کرد که آقا ما کمکی باشه میکنیم که برای کسی پوشیده نیست که این یک تعارف دیپلماتیکه و ایران اصلا کمکی نمیتونه برسونه به امریکایی‌ها اون ور دنیا سقاره. ولی همه میدونن که توی زلزله بم و توی تمام حوادث و بلایای طبیعی که در ایران اتفاق افتاد آمریکا به واسطه کشورهایی مثل امارات و بحرین و جاهای مختلف کمک‌های خودش رو به ایران رسوند. اون 1 میلیارد دلاری که برای حادثه دیدگان زلزله بم رو پرداخت کرد برای کسی پوشیده نیست. و حادثه های دیگه اصلا کسی فهمید که این پول‌ها کجا رفته، کی برده، کی خورده؟ نه. بعد از اون قضیه آقای مهدی کوچکزاده اومد توی مجلس و صبح امروز یه همچین سخنرانی انجام داد. ببینید. من به عنوان یه مالیات دهنده ایرانی جان گفتم دیگه شما یه برگ سند بیار آقای مهدی کوچکزاده که به قول علی مطهری به شما میگفتن کوچکوف. حالا توضیح هم میدم که چرا این حرفو میزدن. یک برگ سند بیار که شما 1 ریال مالیات داده باشید. اصلا قیافت به مالیات نمیخوره.
راضی نیستم 1 قران از مالیات من قبل از اینکه خرج غزه بشه بره برای لس آنجلسی های پوفیوز خرج بشه. همشون میخوان افتخار کنن که ما دلمون برای لس آنجلس سوخت، ما 1 سال و نیمه خون تو دلمونه برای غزه. اون سخنگوش میخواد خودش آدم نشون بده، برای غزه سخنرانی میکنه. 20 سال چیکار کرد؟ آقای قالیباف تو جلودار مایی، تو فرمانده مایی. والله این از صمیم قلب میگم ما امیدمون به توه، به ایش جلو اینا. مملکت هم اولا که آقای مهدی کوچکزاده با 366,000 رأی وارد مجلس شد. یعنی تعداد رأیاش از سین استوریای من کمتره. یعنی من همین الان توی تهران نماینده مجلس میخواستم بشم به عنوان کاندید، اگه من تایید صلاحیت میکردن قطعا رأیی که می آوردم 8 برابر بیشتر از ایشون بود، بی اغراق، بدون چوسی، بدون هیچی. این راحت میتونم بهتون بگم. کسی با 366,216 تا خیلی دیگه بخوام دقیق بگم از حوزه تهران میره توی مجلس و از جانب کل ملت ایران صحبت میکنه و میگن به روباه شهادت کی بود؟ میگه دومم. میگه آقای قالیباف تو علم داره ما بابا. اون موقعی که شما داماد خودتون رو بذارید آقای میثم مظفری به شما نشون بدم، ایشون داماد خودت رو آوردی و کردی رئیس تاکسیرانی تهران. کی اومد این کارو کرد؟ قالیباف موقعی که شهردار تهران بود. شما از همون موقع با هم زد و بند و ساخت و ساز داشتید و ساخت و پاخت داشتید. دامادتو هلتپون کردی توی تاکسیرانی، انقدر هم گند زد هر جا میشست میگفت من نمیدونم برادر 3 تا شهیدم و فلانم و بیسانم، هر جا میره از شهدا خرج میکنن. انداختنش بیرون. بعد این مهدی کوچکزاده اینجوری که می آقا شما توی مجلس داد میزنی، به نوعی اینجوری عربده میکشی. آقا شما برای چای دبش هم اینجوری عربده کشیدی؟ اینجوری اومدی عدالت خواهی بکنی؟ برای دکله نفتی که گم شد شما اومد اینجوری عربده کشی بکنی؟ بابا چند روز پیش اومدن یه خط لوله پیدا کردن، قاچاق میکردن روزانه، روزی 2 میلیون لیتر میدونم چقدر سوخت هواپیما رو از زیر زمین کانال کشیدن. شما برو توی یه دونه باجه پمپ بنزین هم سر کوچه‌تون ببین میتونی 2 لیتر بدزدی؟ 2 لیتر. اینا هر روز میبردن و میخوردن. بعد شما میگی کمک من قبل از اینکه برسه به غزه داره، دلم نمیاد برسه به چی کار هستن مملکتی اصلا کجای این ماجرا قرار ده. البته این آقای کوچکزاده به هوچیگری توی مجلس معروفه بین همکاراش. یعنی شما توی این 4 دوره‌ای که توی مجلس بوده تکنیکش هم دیدی، مثلا دخترها احساس حالا دعوا اینا میکنن تو سرن شهری، میگن میخوام طلاق بگیریم سری، یعنی طلاقو میکنن ابزای پسرم پاپیون میکنه با اون قیمت سکه و اینا. این هم همین جوریه. به محض اینکه اتفاق میفته میخوام استعفا بدم، یعنی تخصصش اینه که بگه من استعفا میدم. بعد علی مطهری با این آقای مهدی کوچکزاده همکلاسی بوده توی مدرسه و میگفتش که این آقای مهدی کوچکزاده این اسمش کوچکوف بوده و اصلیت روسی داشته و بعد نمیدونم چی سرکلش از اینا پیدا شده، یه داره میگه. بعد سر همین قضیه که یه بار تو مجلس علی مطهری این داستان رو تو صحن علنی رو تعریف کرد، مهدی کوچکزاده اومد نمیدونم خودکار و خطکش و این چیزا پرت کرد سمت علی مطهری. گفت چی داره میگه؟ انگار مثلا چاله میدونه. پرت کرد سمت علی مطهری، دعوا درگیری شد. عکاس اومدن این قضیه رو عکاسی کردن. مهدی کوچکزاده به عکاسی که این قضیه رو رسانه‌ای کردن گفت هرزنگار و نفوذی، یعنی کسایی که اومدن واقعیت رو گفت. یعنی ببین آدم چه هوچیه، یعنی هر کی هم بخواد راجعش چیزی بگه میگه هوچی. که من گشتم فیلم سخنرانی اون موقعشون هم پیدا کردم، حالا قالیباف هم بعدش اومده اظهار نظر کرد. ببینیم اینو. برنامه دیروز رو پیاده کردید ندارم. سخنرانی علی مطهری تو مجلس. هیچ مشکلی غیر از امثال شماها ندارن. مثل آقای کوچکوف که ریشه روسی دارن، قبلا اسمشون کوچکوف بوده، بعداً تبدیل به کوچکزاده کردن و باید این رو باید روشن بکنن.
خفه شو بتمن. جان یعنی ببینید بدین صدای مجلس ها میگه خفه شو بتمک، بعد من به شما میگم اینجا طویله مجلسه شما باورتون نمیشه. خفه شو بتمک آیون یعنی فرمود که امروز در کشورهای اطرافمون بدترین شرایط نسبت به ماست. این همون سیاست خب بعد از اونم قالیباف که اونجا شاهدش کرد اینو میگه. بر آمریکا، مرگ 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 بر. آقا من یه سوال دارم، شمایی که میگید مرگ بر آمریکا چرا بچه‌هاتون همه امریکان؟ یا میگید مرگ بر انگلیس چرا بچه‌هاتون همه انگلیسن؟ چرا فک و فامیل و جد آبادتون کف اروپا کف آلمانن؟ حالا ما میبینیمشون این ور اون ور. بعد از اون پاخالتر آمریکاییایی که میبینن، ببین اینا مثلا میگم سیاستای عجیب و غریبیه، سیاست به در مادر نمیشناسه همینه. امریکایی‌ها میبینن اینا بهشون میگن مرگ، بعد بهشون ویزا هم میدن، به بچه‌هاشون هم ویزا میدن، نمیدونم به فک و فامیلشون هم ویزا میدن. انگلیس هم همینطور ویزا میدن. این وسط کی میمونه لاکار؟ ملت همیشه در صحنه، ملتی که در همه صحنه ها هست، دست به جیب، آماده فرمان، گرون بشه ملت رفته لاکار، دلار بره بالا ملت رفته لاکار. بعد از اون طرف خیلی هم دارن الان فشار میارن که ایران با آمریکا مذاکره نکنه، تحریم ها برداشتنش. همین آقای کوچکوف یا آقای کوچکزاده و بقیه نمایندای مجلس میان توی مجلس میگن آی ما شهید دادیم، آی ما 15 سال تحریم رو تحمل کردیم، آی ما فلان کردیم که بیایم بریم مذاکره کنیم. نه عزیزان من، اینا دلال تحریمن. به عنوان مثال شما این خودکار رو توی آلمان میخری 1 یورو، میرسه ایران همین خودکاری که دست همین فردینه رو تو ایران میخوای بخری میشه 4 یورو. 2 یورو 3 یورو هم یعنی به 2 برابر 3 برابر هم حال نمیکنن. 4 یورو میگی بهشون که چرا 4 یورو؟ میگن خب این فعلا علل حساب 100% روش مالیات میخوره، 1 یورو میشه 2 یورو. میگیم خب 2 یورو. خب چرا شد 4 یورو؟ اینه که ما میخواستیم با ایران معامله بکنیم، ایران حساب بانکی نداشت، ایران پول رو نمیتونستیم باش نقد جابجا کنیم. چیکار کردیم؟ رفتیم تو ترکیه یه شرکت زدیم، تو دبی یه شرکت زدیم، پول ریختیم به حساب ترکیه و دبی. بعد دبی اومد اینو از با لنج آورد تو ایران، شد 4 یورو. میگم یعنی اینقدر مملکت بی صاحبه که شما بتونید؟ نه، ما تحریم ها رو داریم دور میزنیم. خب نتیجه چی میشه؟ جنسی که 1 یوروه 4 یورو میره تو پاچه مصرف کننده. این آقازاده ها نیستن، اینا همشون بچه هاشون خارج از کشورن، اینا همشون آقازاده هاشون این ور آبن، همشون. من 3-4 تاشون رو تو کازینو میبینم. من میرم تو کازینو وای میسم رولت بازی میکنم، پوکر بازی میکنم، 3-4 تا از آقازاده ها اینا دور میز رولتی هن که با من بازی میکنن. بعد اونا منو نگاه میکنن، فکر میکنن من اونا رو نشناختم، اونا هم فکر میکنن تو خیال خودشون من اونها رو نشناختم. یعنی بعد هر روز هم اونجا، یعنی من مثلا یه روز ما که مسیرمون میخوره میرم اونور، همیشه اینا اونجان. پول از کجا شما در میارید در روز میرید پای میز رولت و قمار و این چیزا؟ این تازه یه قلمشه، یه قلمشه. این که نمیدونم پارتی های خصوصی میگیرن و پول پارتی میگیرن و نمیدونم برای خودشون قایق دارن و اینا، این یه قلمشه. تازه یه چند تا دونشون تو آلمان، یه چند تاشون دست به غذا تو شهریه که من هستم، دست به غذا تو اون کازینویی که من میرم. ببین چه دریایی از آقازاده ها و فاضل آبزاده هن و چه دریایی از این پول چاپیدن رو بردن. این تازه یه قلمشه. بعد مثلا بیزینس های بزرگتری که تو اون مملکت اتفاق میفته، بیزینس های بزرگی که تو اون مملکت اتفاق میفته، میگم بریم بدیم مثلا به فرزند فلان نماینده مجلس. خب چرا بدیم به نماینده مجلس؟ به حال ایشون باباش نماینده مجلسن، ایشون امین اون نظامن، بعد اون این معامله رو انجام بده. خب چرا اون انجام بده اینو؟ به خاطر اینکه ایشون
توی اون سیستم حق آب و گل دارن. ایشون شهید دادن تو این آقا، اونی که رفته شهید شده به این چه؟ اون اصلا آرمانش یه چیز دیگه بوده، نگاهش یه چیز دیگه بوده. نه، باید معامله رو این انجام بده. پس نتیجه میگیریم تحریم ها واسه آدم هایی که توی اون سیستم وصلن نون و آبه، سوده. چه بخوان وسیله وارد بکنن چه بخوان یه وسیله خارج بکنن. شما یه شیشه مشروب بخوای وارد اون مملکت بکنی پارت میکنن، میریزن تو تکنیکایی که دوستان از فرودگاه امام رد میکنن میبرن. حالا یادتون میدم مشروب میریزن توی فلاکس چای، مشروب میریزن توی شیر خشک شیر بچه، مشروب جاساز میکنن توی لاستیک چرخ دوچرخه نمیدونم فلان شخص، یا مثلا توی کالسکه طرف. یعنی به خاطر اینکه بخوان یه مشروب وارد اون مملکت بکنن انواع و اقسام تکنیک‌ها روز دنیا رو دوستان به کار میبرن. بعد طرف تون کیلو جنس وارد اون مملکت میکنه به راحتی آب خوردن. منی که 5000 کیلومتر این ورترم میدونم این قضیه رو. یه عده میگن آقا تو چرا میای راجع به فلان موضوع افشاگری میکنی، چرا میای راجع به فلان شخص؟ بابا تو یا خودتو خر فرض کردی یا ما رو خر فرض کردی یا ملت رو خر فرض کردی. چجور امین فردین 5000 کیلومتر این ورتر همه این رانتا و دزدی‌ها رو میفهمه، به گوشش میرسه، متوجه میشه؟ وزارت اطلاعات ایران نمیفهمه، نهادهای امنیتی ایران نمیفهمن، نهادهای مسئول و تصمیم گیرنده نمیفهمن، فلان مدیر اداره نمیفهمه. میفهمه، خیلی بهتر از منم میفهمه. اگه یارو میاد با وسیله 4 تا ارتباط خبر به من میرسونه، اونجا دیگه مستقیم دم دست خودشونه میره آمار میگیره. پس این داد و بیدادایی که تو مجلس، تو طویل مجلس اتفاق میفته، اینا به خاطر جیب خودشونه که بخوان جیب ملت رو بزنن. همین آقای کوچکزاده خبرنگار روزنامه شرق رو زنازاده خطاب کرد. من نگفتم و کسی هم نبوده این وسط بخواد حرفی بزنید. برید بخونید رزومه این آدم رو. بعد رفت تو لیست قالیباف، چون اینا لیست دهندن، تیمن دیگه، سیاسی ها تیم دارن. رفت تو لیست تیم قالیباف و با تیم قالیباف اومد رفت توی مجلس رأی آورد. کلا توی اون سیستم همه دور هم دیگه. امیدوارم که موفق باشن توی این قضیه. این شده داستان این افراد توی این مجلس عجیب و غریب شورای اسلامی. خیلی مخلصیم، دمتون گرم. اگر دوست داشتید شما ویدیو رو لایک کنید، یوتیوب رو پشت پرده رو سابسکرایب کنید، دکمه سابسکرایب اینجاست و برای دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی مخلصیم.